در فرشینه اروپای قرون وسطی کمتر چهره‌ای به بزرگی یا افسانه‌ای بودن شوالیه خودنمایی میکنه. شوالیه جنگجو نجیب زاده، نمادهایی از قدرت وحشیانه و آرمانهای عمیق. تجسم عنصری بود که با فولاد و ایمان تعریف میشد. اما این مردانی که با زره‌های درخشان میتاختن چه کسایی بودن؟ چه جور به وجود اومدن و چه چیزی زندگی اونها رو شکل داد و چه میراثی از خودشون به جا گذاشتن؟ این داستان شوالیه هست. درود به چنل مستر باکس خوش اومدید. مثل همیشه قبل از هر چیزی منابع این ویدیو رو خدمتتون عرض میکنم. اختصاری از کتاب‌های جامعه فئودالی اثر مارک بلوک، کتاب جوانمردی اثر موریس کین، کتاب ارتش‌ها و جنگ در قرون وسطی اثر مایکل پرستویچ، کتاب انجمن جوانمردی اثر جورج دوبی و در آخر سایت بریتانیکا. در طول تاریخ شخصیت‌هایی وجود داشتن که آدم با شنیدن اسمای دوران‌های تاریخی یاد اون شخصیت‌های خاص میافته که روایتگر بخشی از تاریخ اون دورانن. مثلا تا صحبت از ژاپن دوره فئودالی میشه، ناخودآگاه سامورایی‌ها به یادمون میان. یا اگر صحبت از دوران امپراتوری روم بشه، برای مثال نظامی‌های اون دوران با اون کلاه خود و لباس منحصر به فردشون یادمون میان. و زمانی که صحبت از قرون وسطی و دوران جنگ‌های صلیبی میشه، اتوماتیک اولین چیزی که در ذهن و فکر اکثرمون شکل میگیره سربازایی با لباس تمام فلزی، یک شمشیر انگلیسی به دست و در بخشی از لباس‌ها یا پرچمی که با خودشون دارن بخشی از یک صلیب. امروز میخوایم بریم سراغ داستان این افراد، یعنی شوالیه‌ها. اینکه چطور به وجود اومدن، مراحل تبدیل شدن از یک فرد عادی به یک شوالیه چطور بوده، زندگی و تفریحات شوالیه‌ها چی بوده، چه تأثیراتی در ادبیات و افسانه‌های اون روزهای اروپا گذاشتن و در آخر چرا با تمام این تفاسیر اونا از بین رفتن. معنا و مفهوم چیزی که ما به اسم شوالیه در طول تاریخ میشناسیم هر کدوم داستان‌ها و گروه‌های مختلف نظامی و اجتماعی بودن در طول دنیای اون روزا که برای درک گروه‌های اساسیشون و شکل دهنده این سیستم باید قدم اول در این داستان رو از ریشه اولیه شروع اونها برداریم. اولین قدمی که در داستان شوالیه‌ها باید برداشت اینه که شوالیه‌ها ریشه در هرج و مرج و جنگ مداومی دارن که بعد از فروپاشی امپراتوری روم رخ داد. امپراتوری روم که زمان قدرتمندترین تمدن در جهان غرب بود، به تدریج طی چند قرن به دلیل ترکیبی از ضعف‌های داخلی و فشارهای خارجی سقوط میکنه. در سال 285 میلادی بود که امپراتور دایوکلیشن با نام مستعار جوویوس امپراتوری رو به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم میکنه تا حکومت بر اون آسان‌تر بشه. امپراتوری شرقی که به امپراتوری بیزانس در تاریخ شناخته میشه و پایتخت خودش در قسطنطنیه، و امپراتوری غربی که با مرکزیت روم و بعداً راونا حکومت میکنه، ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر نسبت به امپراتوری شرقی در حال کار کردن بود. اما تغییر مکرر امپراتورها، جنگ‌های داخلی و فساد، اقتدار مرکزی حکومت مخصوصاً در بخش غربی رو ضعیف میکنه. مالیات‌های سنگین، اتکا به کار برده‌ها و تورم به اقتصادش آسیب جدی میزنه. در همین دوران بود که لژیون‌های رومی هم نظم کمتری نسبت به قبل داشتن و حکومت بیشتر به مزدورهای خارجی وابسته بود. و همین دلایل بود که باعث از دست دادن غرور معدنی و زوال نهادهای عمومی و به طور کلی وحدت مردم شد. و این هنوز پایان کار امپراتوری روم نبود. میخ آخر به تابوت امپراتوری روم توسط بربرها زده شد. حالا این بربرها که شاید خیلی جا اسمشون رو شنیده بوده باشیم، چه کسایی بودن؟ از قرن چهارم به بعد موج‌هایی از قبایل ژرمن یا پدران آلمانی‌های امروزی، یعنی قبایل ویزیگوت‌ها، وندال‌ها و استروگوت‌ها و خرده قبایل دیگه‌ای به قلمرو روم هجوم آوردن. در سال 410 میلادی روم توسط ویزیگوت‌ها، یکی از اون قبایل ژرمن‌ها، به رهبری فردی به نام آلاریک غارت میشه و مرکزیت امپراتوری رو در یک شوک جدی فرو میبره. بعدها هم یکی از قبایل دیگه ژرمن‌ها یعنی وندال‌ها در 455 میلادی دوباره روم رو غارت میکنه. در نهایت در سال 476 میلادی ژرمن‌ها به قدری در روم قدرت خودشون رو تقویت و یه جورایی تثبیت کرده بودن
که ژنرال ژرمنی یعنی اودواکر تونست رومولوس آگوستوس آخرین امپراتوری روم غربی رو کنار بزنه. از اینجا به بعد در تاریخ شاید امپراتوری به اسم امپراتوری روم هنوز وجود داشته باشه، اما فقط روی کاغذ اینطور بود، چون در واقعیت این امپراتوری سقوط کرده بود. ولی امپراتوری شرقی یا همون بیزانس با اون پایتخت خودش در قسطنطنیه تقریباً 1000 سال دیگه، یعنی تا سقوط قسطنطنیه در 1453 دوام آورد. حالا اینکه چطور 1000 سال بیشتر از امپراتوری غربی تونست دوام بیاره و چه اتفاقایی در طول این 1000 سال افتاد و امیدوارم در آینده در ویدیوهای دیگه بهش برسیم. اما سقوط امپراتوری غربی در روم منجر به تجزیه اروپا به پادشاهی‌های کوچکتر شد که این آغاز یک دنیای جدید یعنی قرون وسطی بود، جایی که نهادهای رومی با فرهنگ‌های ژرمنی ترکیب شده بودن و کلیسای مسیحی هم به طور ویژه نفوذ خودش رو هر روز بیشتر از دیروز افزایش میداد. اینجا بود که افسانه ما یعنی شوالیه ها هم یواش یواش در حال شکلی بودن. با این تیکه تیکه شدن قدرت متمرکز امپراتوری روم غربی، ارباب‌های محلی برای دفاع از سرزمین‌های خودشون و البته اعمال اقتدار به جنگجوهای وفادار و مؤثری نیاز داشتن. داخل پرانتز بگم که این تقریبا همون دلیلی بود که در ژاپن فئودالی هم مقامی به اسم سامورایی به وجود اومد. برگردیم به داستان خودم. کلید این شکل جدید جنگ در دنیای اون روز اسب بود. اوایل اینا صرفاً سربازهای سوار نظام حرفه‌ای بودن که اغلب خشن و ناشی در جنگ بودن. رکاب اختراعی نسبتاً جدید در اروپای غربی تا قرن هشتم به سوارکار اجازه میداد تا روی زینجاش محکم باشه و با نیزه یا شمشیر به یه ضربه قوی و کاری به دشمن وارد کنه. این جهش به قولی تکنولوژیکی جنگجوی سواره رو به یک نیروی قوی در میدون نبرد تبدیل کرد. اما رسمی شدن مقام شوالیه‌گری در طول امپراتوری کارولینگی تحت فرمانرواهایی مثل شارل کبیر که یه جورایی پایه‌گذار امپراتوری مقدس روم بود در قرن‌های هشتم و نهم شکل گرفت. اینجا خیلی کوتاه بگم که این امپراتوری روم مقدس بر پایه مسیحیت بود و اون امپراتوری روم بزرگ که راجع بهش صحبت کردیم تقریباً 324 سال قبل از این سقوط کرده بود. این سه تا امپراتوری روم یعنی امپراتوری بیزانس یا همون روم شرقی و روم غربی که سقوط کرده بود و این امپراتوری روم مقدس رو با هم اشتباه نگیریم. اما در این دوران زمین که به عنوان فیف شناخته میشد به واحد پولی خدمه نظامی تبدیل شد. یک ارباب بخشی از زمین خودش رو به یک جنگجو اعطا میکرد که در عوض در صورت نیاز وفاداری و کمک نظامی معمولاً تعداد مشخصی از جنگجوهای سوار نظام مسلح رو برای اون ارباب متحد کنه، به قولی یک گروه مزدور برای اون ارباب جمع کنه. این مسئله یه رابطه برد در جامعه فئودالیسم اون زمان بود. این جایگاه شوالیه رو به عنوان یک طبقه اجتماعی خاص مقید به سوگند و تعهد تثبیت می‌کرد. البته قبل از اینکه به موضوع مراحل تبدیل شدن یه فرد عادی به شوالیه برسیم، باید اینو فراموش نکنیم که شوالیه‌ها فرقه‌های متنوعی داشتن و هر کدوم روش‌های مختلف و آرمان‌های مختلف و عقیده‌های مختلفی هم داشتن. که دو تا از بزرگترین اونها شوالیه‌های اشراف‌زاده و شوالیه‌های تمپلار بودن که عرضشون رو خدمتتون عرض می‌کنم. بعد از موفقیت اولین جنگ صلیبی که با رهبری پاپ اوربان دوم در سال 1095 برای بازپسگیری بیت المقدس از مسلمان‌ها شکل گرفت و تا سال 1275 هم این جنگ ادامه داشت و بعد از اینکه این اولین جنگ صلیبی در سال 1099 میلادی به نتیجه رسید و صلیبیون بیت المقدس رو از مسلمان‌ها پس گرفتن، تعدادی از ایالات‌های صلیبی در سرزمین‌های مقدس شروع به کار کردن. اما این پادشاهی‌های تازه تأسیس نیروی نظامی درست و حسابی برای حفاظت از قدرتشون نداشتن.
بیشتر صلیبیون بعد از شرکت در این جنگ‌ها که نتیجه موفقیت آمیزی هم براشون داشت به خونه برگشتن و همین که این نیروهای نظامی هم از اورشلیم برگشتن، وضعیت امنیت زائران مسیحی که برای عبادت به اورشلیم اومده بودن خیلی خراب شده بود. این وضع به طوری بود که هر روز خبر می اومد فلانجا در نزدیک اورشلیم مسلمان‌ها یه سری زائر مسیحی رو گرفتن به سیخ کشیدن. همینجا بود که یه سری شوالیه نشستن گفتن آقا این چه وضعشه؟ این که نشد زندگی. ما چه شوالیه هستیم که اجازه همچین چیزی رو میدیم که زائرای مسیحی مورد حمله مسلمان‌ها قرار بگیرن، ما بشینیم دست رو دست بذاریم؟ نشد که. همین موقع بود که 8 یا 9 شوالیه فرانسوی به رهبری هیو دو پینز در اوایل سال 1919 یا اوایل 1920 سوگند یاد کردند که خودشون رو وقف حفاظت از زائران مسیحی کنن و برای این منظور یک جامعه مذهبی نظامی تشکیل بدن. البته بگم که قبل از این شوالیه‌ها خب بودن، مسیحی هم بودن، مسیحی‌های سفت و سخت و مقیدی هم بودن که این افراد درسته درد دین داشتن ولی در نهایت به دنبال حفظ و گسترش قدرت خودشون بودن. اما در اینجا یه سری سوپر مسیحی خشک مذهبی میان میگن که این شوالیه‌ها، همین شوالیه‌های اشرافزاده، آخرش به فکر دنیای خودشونن، به مسیحیت خیلی گیری ندارن. ما بیایم همین افرادی که بهشون درس دین میدیم و یه جورایی راهب هستن بهشون آموزش نظامی سفت و سخت هم بدیم و همینا رو تبدیل به شوالیه‌هایی کنیم که آرمان‌های مذهبی ما رو بدونن و بتونن ازش به درستی دفاع کنن و یه جورایی زیر دست خودمون باشن. بالدوین دوم پادشاه اون زمان اورشلیم از این قضیه باخبر میشه و خیلی هم خوشش میاد و به اونها در بخشی از کاخ سلطنتیش در معبد سابق سلیمان میگه همینجا همه کارا رو پیش ببرید، منم همینجام تو قصرم، کاری داشتین خبر بدین یه صدا کنیم میان. و خالی از لطف نیست که بگیم نام تمپلار هم از همینجا اومد که بالدوین دوم این بخش از معبد سلیمان رو در اختیار اونا قرار میده و معبد هم به زبان انگلیسی میشه تمپل و تمپلار هم یه جورایی به معنی معبدی یا معبددار هم معنی داره. تمپلارها در طول قرن 12 وظایف نظامی بیشتری رو هم به عهده گرفتن. با این حال شهرت و به دنبال اون ثروتشون که روز به روز افزایش پیدا میکرد و البته در همین دوره هم بود که دیگه از اون جنگ‌های پیروز پشت سر همه صلیبیون خبری نبود، صلیبیون افتاده بودن تو سراشیبی شکستای پشت سر هم در جنگ‌ها. یکی از نتایجش هم شد مخالفت فرقه‌های دیگه شوالیه و دشمنی اونها با تمپلارها. اینجا تمپلارها به دروغگویی و کافر بودن متهم می‌شدن و یکی از مسئولین اصلی شکست‌های صلیبیون در سرزمین‌های مقدس هم شناخته می‌شدن و در نهایت به دستور پادشاه فیلیپ چهارم فرانسه این فرقه منحل میشه. یه جورایی همون دلایلی که باعث تشکیل تمپلارها شد دقیقاً همون دلایل باعث از بین رفتنشون هم شد. اونا معتقد بودن که دیگر شوالیه‌های اشرافزاده فکر دنیان، ثروتشون رو میخوان اضافه کنن و میخوان شهرتشون رو اضافه کنن. دقیقاً همین باعث از بین رفتن خودشون شد. این از داستان تمپلارها. خب تمپلارها رو که خدمتتون عرض کردم و تبدیل شدنشون به شوالیه اینطوری بود که خب افرادی بودن که درس دین دیده بودن و یه جورایی مثلا حوزه‌ای بودن و از سنین پایین درس‌های نظامی هم در ادامه بهشون دادن که تبدیل شدن به شوالیه‌های سوپر مذهبی. و اما مراحل شوالیه شدن اشراف. برای اشراف شوالیه شدن یک پروسه سخت و طولانی بود که از دوران کودکی شروع می شد. پسری که قرار بود یک شوالیه بشه که اغلب هم خودش از یک خانواده اشرافی بود، همونطور که خدمتتون عرض کردم، در حدود 7 سالگی خونه رو ترک میکنه تا در خونه ارباب دیگه‌ای خدمتکار بشه. در اینجا بود که اون آداب معاشرت، سواد اولیه، شکار و اصول اولیه جنگ رو یاد میگرفت. اون به ارباب و بانوی خودش خدمت میکرد و آداب و رسوم زندگی درباری رو یاد میگرفت.
در اواسط نوجوانی اون تازه به یک سرباز تبدیل میشد. این دوره تازه دوره کارآموزی فشرده اون بود. اون به سرباز یا ملازم شوالیه تبدیل میشد. حالا ملازم چیه؟ مثلا سپر و نیزه شوالیه رو حمل میکرد، به اون در پوشیدن لباس سنگینش کمک میکرد، از اسبهاش مراقبت میکرد و در بعضی از جنگ ها هم کمکش میکرد و در کل کار میکشیدن از این بنده خدا تازه کار دیگه. البته از حق نگذریم، مسئولیت‌های خطرناکی هم رو دوشش بود، اما تجربه دست اول و ارزشمندی هم از جنگ و مهمتر از اون جوانمردی رو به این تازه کار میداد. اون مهارت‌های جنگی خودشو با سلاح‌های واقعی تمرین میکرد، تاکتیک‌ها رو یاد میگرفت و قدرت و استقامت لازم برای نبرد با زره کامل رو در خودش میساخت. و بالاخره معمولاً در اواخر نوجوانی یا اوایل 20 سالگی بود که اگر لیاقتش ثابت میشد، ملازم مراسم مفصل شوالیه شدن رو انجام میداد. بعد از شب زنده‌داری دعا و حمامی که نماد تطهیر و پوشیدن لباس نو بود، اون در مقابل ارباب خودش زانو میزد. ارباب با شمشیر به شونه های اون میزد و این کلمات رو میگفت: بیدو نایت، شوالیه شو. از این لحظه اون نه تنها یک جنگجوی ساده، بلکه عضوی از یک طبقه ممتاز و اغلب موروثی بود. یک شوالیه یا یک ریتر واقعی، سوارکاری با جایگاه بالا در جامعه اون روزها بود. با ظهور شوالیه‌گری اصول جوانمردی هم شکل گرفت. این یه مجموعه در حال تکامل از آرمان‌ها بود که به شدت تحت تاثیر کلیسا بود و به قولی دنبال متمدن کردن طبقه جنگجویی که اغلب بیرحم بودن بود. یه جایی از ترسشون از چیزایی که از یه شوالیه برمی اومد، کلیسا سعی می‌کرد با این کارها اونها رو کنترل کنه که یه روزی بر علیه خود کلیسا نشن. در این مرحله شوالیه‌ها تشویق می‌شدن از ضعفا محافظت کنن، از کلیسا دفاع کنن، عدالت رو رعایت کنن، رحم نشون بدن، شجاعانه و عادلانه بجنگن و مهمتر از همه به ارباب خودشون وفادار باشن. به طوری که یک شوالیه ایدئال نمونه‌ای از فضیلت بود. شجاع و شریف، سخاوتمند و پرهیزکار، مدافع ایمان، در جنگ‌های صلیبی با کفار می‌جنگید و حامی زنها بود و الهام بخش داستان‌هایی از عشق درباری اون روزها بود. با این حال واقعیت اغلب تلخ‌تر و دور از این حرفا و داستان‌های پرنسس و شوالیه بود. شوالیه‌ها در درجه اول جنگجو بودن و جنگ در قرون وسطا خودش اصل بدبختی بود. غارت، تجاوز و خشونت بی حد و مرز علیه غیر نظامی‌ها به ویژه در طول محاصره‌ها کاملا توسط شوالیه‌ها رایج بود. این چهارچوب اخلاقی جوانمردی معیاری رو نشون میداد که شوالیه‌ها رو میشد با اون قضاوت کرد. مطمئنا روی رفتارشون هم تأثیر میگذاشت، اما بیشتر از اینی که باعث این بشه که اونها کاملا شکل داده بشن توسط این افکار، اون ساختاری رو نشون میداد که میشد با اون شوالیه رو قضاوت کرد که آیا این شوالیه چقدر جوانمرد یا چقدر فضیلت داره. پس به معنای کلی به معنی این نبود که هر شوالیه‌ای به معنای 100% داشتن فضیلت تو اون روزا بود. و اما گذران زندگی یک شوالیه. درآمد یک شوالیه در درجه اول از زمین اون که اعطا شده توسط اربابش بود که ما اول خدمتتون عرض کردم شروع میشد. اون اجاره ها، مالیات ها و خدمات کارگری رو از کشاورزایی که در املاک اون کار میکردن میگرفت. اون در این مرحله رسما یک اشراف زاده زمیندار بود که البته مسئول اجرای عدالت، حفظ نظم و در عین حال هم یک جنگجو بود که در جنگ‌های مختلف خدمت میکرد. ثروت یک شوالیه میتونست خیلی با یک شوالیه دیگه متفاوت باشه. از یک ارباب ساده با عمارت کوچیک گرفته تا یک ارباب قدرتمند که سرزمین‌های بی سر و ته داشت، میزان سخاوتش نسبت به شوالیه‌اش هم تفاوت‌هایی میتونست داشته باشه. شوالیه‌ها وقتی درگیر جنگ یا مدیریت املاک خودشون نبودن، در فعالیت‌های مختلفی اوقات فراغت خودشون رو میگذروندن. برای مثال شکار یک سرگرمی محبوب بود که هم ورزش بود، هم راهی برای تمرین سوارکاری و مهارت کار با سلاح.
و البته جشن و تاس و شطرنج هم در دربارهای اون روزها کاملا رایج بود و حال می‌کردن دیگه. اما شاید نمادین ترین فعالیت‌های شوالیه ها مسابقات بود. مسابقات از نبردهای تن به تن و دست جمعی به مسابقات نیزه‌بازی رسمی تر تبدیل شدن. اونا فقط سرگرمی نبودن، اونا زمینه‌های آموزشی مهمی هم بودن و به شوالیه‌ها اجازه میدادن مهارت‌های رزمی خودشون رو تقویت کنن و شاید مهمتر از اون شهرت کسب کنن و حتی از حریفای شکست خورده خودشون هم باج بگیرن. خلاصه این مسابقات فستیوال مفصلی بود که نشان خانوادگی، شجاعت و شکوه اشراف قرون وسطا رو به رخ میکشید. برای یک شوالیه یک تورنمنت موفق میتونست شهرت، ثروت و البته تحسین خانم‌های اشراف زاده رو براشون مهیا کنه. حالا که صحبت از خانم‌ها شد، باید گفت که زندگی شخصی یک شوالیه کاملا با جایگاه اجتماعی اونا تعیین میشد. برای مثال ازدواج‌ها اغلب اتحادهای استراتژیک بودن که برای تحکیم زمین و قدرت و نفوذ بودن تا عشق. و زنها در خانواده شوالیه‌ای اکثرا وظیفه‌شون این بود که در غیاب شوهراشون املاک رو مدیریت کنن و انصافاً هم مهارت و قدرت اداری قابل توجهی رو هم نشون میدادن در این مجال. و بچه‌ها به ویژه پسرهای خانواده رو با این انتظار بزرگ می‌کردن که میراث و افتخارات خانواده خودشون رو ادامه بدن. جدا از سوابق تاریخی راجع به این دوران از تاریخ که میشه ساعت‌ها و شاید روزها راجع به صحبت کرد، شوالیه‌ها به قهرمان‌ها و بعضی از اونها به ماندگارترین افسانه‌ها در ادبیات غرب تبدیل شدن. داستان‌های شاه آرتور و شوالیه‌های میزگرد اون شاید مشهورترین این داستان‌ها باشن. این داستان که از دوره‌های سلتیک اولیه بیرون اومده بودن، تخیل قرون وسطایی رو تصویر می‌کشیدن و دنیای آرمانی از جوانمردی، تلاش و خلوص اخلاقی رو نشون میدادن. چهره‌هایی مثل سر لانسلوت، بزرگترین جنگجو معشوق ملکه گینهور، یا سر گالاهاد، شوالیه پاکی که به جام مقدس دست پیدا میکنه و داستان‌های فوق‌العاده دیگه‌ای، این افسانه‌هاش از طریق شعرهای حماسی و عاشقانه بین مردم رایج میشد، آرمان‌های شوالیه‌گری رو تقویت میکرد. و یه جورایی پروپاگاندایی هم از طرف دولت بود که افراد بیشتری رو ترغیب کنه که اونا هم به شوالیه تبدیل بشن تا از قدرت اربابشون و کلیسا دفاع کنن. از افسانه‌های دیگه میشه به سرود رولند، یک شعر حماسی از قرن 11 اشاره کرد که آخرین مقاومت رولند در برابر ساراسن‌ها رو روایت میکنه. این سرود یه نمونه ای از غیرت مسیحی و وفاداری تا مرگ و شجاعته. یا قهرمان ملی اسپانیا السید که هنوزه میشه مجسمه این فضل رو در شهر بارگاس اسپانیا پیدا کنیم که پیشنهاد میکنم حتما داستاناشون رو بخونین و قول میدم بهتون که ازش پشیمون نمیشین. و اما هر چیزی پایانی هم داره. در اواخر قرون وسطا عصر شوالیه اونطور که شناخته میشد شروع به افول کرد. فناوری‌های نظامی جدید سوار نظام سنگین رو کاملا آسیب پذیر کرد. کمان بلند انگلیسی در نبردهای مانند کرسی یا آگینکورت و بعدها قدرت وحشتناک توپخونه‌های باروتی که البته من در ویدیوی دیگه‌ای به ترخشه بعضی از سلاح‌های دستی سری زدم، لینکش رو این بالا براتون قرار میدم. خلاصه این سلاح‌ها میتونست زره‌های شوالیه‌ها رو سوراخ کنه و حملات شوالیه‌ها رو کاملا بی‌اثر کنه. جدا از تمام این مسائل نظامی، از نظر اقتصادی هم نظام فئودالی شروع به از بین رفتن کرده بود. ظهور سلطنت‌های متمرکز و ارتش‌های حرفه‌ای و مهمتر از اون دائمی به این معنی بود که پادشاه‌ها برای خدمت نظامی به شوالیه‌ها و مزدورها دیگه نیازی نداشتن. شوالیه‌ها قدرتشون به زمین و قدرت شمشیرشون وابسته بود. خیلی از اونا به نقش‌هایی مثل چهره‌های درباری، مدیرهای دولتی یا فقط زمینداری رو آوردن و کاملا روزهای جنگ و جنگاوری و افسانه‌ایشون که بابت شجاعت و جوانمردیشون در شعرهای حماسی نقش می‌بستن دیگه تموم شده بود. این هم از داستان شوالیه‌ها. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی و ممنون بابت حمایتاتون از طریق لایک و سابسکرایب. اگه پیشنهادی راجع به ویدئویی دارین حتما خوشحال میشم که داخل کامنت ها بهش اشاره کنین و تا بعد مراقب خودتون باشین.